بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان عزیز، خواهران گرانقدر، برادران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله ثم الحمدلله که باز هم برای ما و شما فرصت عمر و توفیق نصیب کرد که در درس از درس‌های شناخت خالق متعال اشتراک بکنیم. یکی از نام‌های الله سبحانه و تعالی نام العفو الله سبحانه و تعالی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. العفو یعنی ذاتی که دارای صفت عفو کردن گناه‌ها، خطاها و اشتباهات است. یعنی الله سبحانه و تعالی به اساس رحمت بیکرانش این صفت به عظمت خدا برای ما و شما بیان کرده که الله متعال ذاتی هست که صفتی داره که العفو است، یعنی خطاهای انسان، گناههای انسان و اشتباهات انسان. وقتی که انسان کدام خطای کرده یا اشتباه کرده و از او پشیمان باشه و توبه بکنه و به الله رجوع بکنه، الله سبحانه و تعالی اینا را عفو میکنه. و این صفت یا این فعل اسم الله سبحانه و تعالی مفاهیم زیاد داره. یکی از مفاهیمش است که الله سبحانه و تعالی ذاتی هست که عفو را آسان و سهل گردانیده است. ان الله کان عفوا غفورا. امام طبری رحمه الله میگه ای لم یزل کائنا یقبل العفو و هو سهل. یعنی ذاتی هست که عفو را قبول میکنه و ذاتی هست که بسیار به آسانی برای انسان دروازه رحمت خدا باز میکنه و برای عفو را نصیب بنده های خود میکنه. و علامه ابن حیان اندلسی رحمه الله میگه که ان الله کان عفوا غفورا کنایه عن الترخیص و التیسیر. میگه این کنایه است از رخصت دادن و آسان ساختن. یعنی الله متعال میخواه که چی کنه؟ آسان بسازه برای بنده های خود، سخت نگیره. و به این خاطر لأن من كانت عادته ان يعفو عن الخطائين ويغفر لهم آثر ان يكون ميسرا غیر معسر. میگه وقتی که وقتی از حتی در مخلوقات وقتی که یک کسی بخواه عفو بکنه، او کوشش میکنه که چی باشه؟ یعنی آسان کننده باشه، راه های خوبی رو بر از او آسان میسازه. و میگه چون الله سبحانه و تعالی این صفت به اون شکل است که به جلال و عظمتش شایسته هست و با صفات مخلوق نمیتونیم تشبیه بکنیم، الله سبحانه و تعالی عفو است، یعنی برای انسان آسان میسازه و راه های سعادت، راه های رضایتش آسان میسازه. و به می خاطر وقتی یک انسان اشتباه بکنه و غلطی بکنه، او را مؤاخذه شدید نمیکنه، بلکه راه توبه، راه مغفرت، راه گذشت، راه پشیمانی را کلش برش باز مانده و صفات خدا هم بیان کرده که من عفو کننده هستم اگر شما توبه بکنین. به این قسم برای کسایی که عفو میکنن و نیکی میکنن، حتی الله سبحانه و تعالی خودش عفو کننده هست و عفو میکنه از گناهکاران و خطاکاران. حتی کسی که عفو میکنه از دیگران، اونا را هم الله متعال مورد عفو بخشش خود قرار میده. یعنی برای کسایی که عفو بخشش میکنه، اونا را هم الله متعال بخشش میکنه. این تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله کان عفوا قدیرا. یعنی الله متعال میگه اگه شما یک نیکی را آشکار میکنین یا یک نیکی را مخفی میکنین، بعضی نیکی هاست که انسان او را مثلا آشکارا میکنه، بعضی نیکی ها را میگه اگر شما مخفی میکنین و اگر شما از اشتباهات دیگر و غلطی های دیگر شما چی میکنین؟
دیگران زشتی میکنن، بدی بر شما میکنن و شما او را عفو میکنین، دیگه الله متعال کان عفوا قدیرا، بسیار عفو کننده قدرتمند هست. دیگه معنای صفت عفوی الله سبحانه و تعالی است که عفو شامل هست که تمامی بندگان و تمامی گناه ها را در بر میگیره. شیخ ناصر جلیل از قول شیخ سعدی، مفسر قرآن شیخ سعدی هست، از زیر میگه فهو الذی له العفو الشامل، میگه که الله او ذات هست که عفوش است بسیار شامل است. اینال الذی وسع ما یصدر من عباده من الذنوب، که شامل تمام آنچه که از بنده ها صادر میشه از گناه ها، کل از اینا را شامل می باشه. پس الله متعال عفوش شامل حالت تمام از این مخلوقاتش است. هر قدر که گناه کرده باشن، اشتباه کرده باشن، عفو الهی شامل همه از اینا هست. و از این خاطر انسانی که حتی گناه های کبیره کرده می باشه، حتی بعضی اوقات انسان خبر میشه یا فکرش تو میرسه که مثلا ما در یک شرک مبتلا شدیم، یا در حتی مثلا تکفیر میشه، مثلا میفهمه که والا ما در کفر داخل شدیم، در ارتداد داخل شدیم، این فرصت داره که توبه بکنه و رجوع بکنه و به الله پس مثلا اثر کلمه بخونه، اثر توبه بکنه. یعنی الله حتی شرک و کفر اینا را در دنیا، اینا را همه عفو میکنه. وقتی که انسان در دنیا چی کنه؟ توبه بکنه، از شرک خود توبه بکنه، از کفر خود توبه بکنه، از گناه های کبیری خطرناک که بر از اونها عذاب های خطرناک گفته شده است، از این هم توبه بکنه، الله متعال عفو میکنه. از این خاطر الله عفو هست. دیگه ای که مثلا عفو به این معنی که الله سبحانه و تعالی عفو را دوست داره، اینال عفو را دوست داره و برای بنده های خود، برای مردم عفو بخشش، یعنی برای خود سعی و تلاش عفو را میکنن. الله متعال بر از اینا عفو را خوش داره که فرصت عفو بر از اینا بده. امام ابن ماجه رحمه الله روایت میکنه عن عایشه انها قالت یا رسول الله، میگه مادر ما و شما ام المؤمنین بی عایشه صدیقه رضی الله عنها، میگه ای پرسان کرد که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ارأیت ان وافقت لیلة القدر ما ادعو، میگه اگر ما موفق شوم که لیلة القدر بیافم، شب قدر بیافم در رمضان، دیگه ما چی قسم دعا بکنم؟ ادب صحابه ای بود که اونا از رسول الله صلی الله علیه و سلم طریقی درود گفتن، طریقی دعا کردن، طریقی عبادات کلش از سود پرسان میکردن از رسول الله صلی الله علیه و سلم، تا که دعایی بکنن، عبادتی بکنن که به بارگاه الله مقبول صورت بگیره، مقبول شوه، قبول شوه. دیگه ام المؤمنین سوال میکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر ما لیلة القدر پیدا بکنم چه قسم دعا بکنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم برش میگه که تقولین ای قسم بگوین که اللهم انک عفو تحب العفو، بگو که ای الله، یا الله تو عفو را دوست داری. اللهم یعنی یا الله، اینجا سعی کنین اول توسل به نام الله شد که الله هست. اللهم یا الله انک تحب، انک عفو، تو عفو کننده هستی، تحب العفو، عفو را دوست داری، فاعفو عنی، پس از مرا عفو بکن. پس این دعا هست که مثلا انسان بکنه که اللهم انک عفو تحب العفو فاعفو عنی، یا الله تو عفو هستی، عفو کننده هستی، عفو را دوست داری، من بنده عاجز و بیچاره هستم، مرا هم عفو بکن. دیگه معنای عفوی است که یعنی او ذات با عظمت و مهربان است که از عقوبتش به عفوش پناه برده میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در نیمه شبها عبادت میکردند و در عبادت خود میگفتند که اللهم اعوذ برداک من سخطک، یا الله من به تو پناه میبرم به رضایتت از غضبت، و به معافاتک من عقوبتک، و به عفوت پناه میبرم از عقوبت و سرزنشت، و اعوذ بک منک، یا الله از تو پناه میبرم به ذات تو.
یعنی حتی از خودت که عذابت است و غضبت است به خودت پناه میبرم، چون پناهگاه دیگه نیست. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. من نمیتونم به او شکل ثنا بر تو بگویم مثل که خودت به ذات خود ثنا گفتی. دیگه از وی عفو و عافیت در دنیا اهل و مال خواسته میشه. یعنی عفو چی معنی؟ که ما برای دین خود و دنیای خود و اهل خود، خانواده خود و اولاد خود و مال خود از او عفو و عافیت بخواهیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در صبح و شام همین قسم دعا میکردن. در اذکار صبح و اذکار شام رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگفتن؟ اللهم اینی اسالک العفو والعافیت. اللهم یا الله، ما سوال میکنم و طلب میکنم عفو و عافیت را در چی؟ فی الدنیا والآخرة، در دنیا و در آخرت. اللهم اسألك العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اهلی و مالی. ما از تو عفو و عافیت در دین خود و در دنیای خود و در اهل خود و در مال خود، در کل از اینا از تو سوال میکنم. از نامهای الله سبحانه و تعالی نامهای الغفور و الغفار الله است. هم غفور و هم غفار. الله سبحانه و تعالی دارای صفت غفور هست، یعنی غفور بسیار مغفرت کننده گناه ها هست. به هر اندازی که گناه کیفیتش زیاد باشه، کیفیت و کمیت زیاد داشته باشن، تعدادش زیاد باشه و کیفیتش یعنی گناه بسیار بزرگ باشه، الله متعال الغفور است. ببینید رحمت الله را که ما و شما ذات الله سبحانه و تعالی را، این ذات مهربانی که رحمتش قضیت است که هر قدر گناه زیاد باشه و هر قدر اشتباه زیاد باشه الله متعال ایره میبخشه. و غفار یعنی او ذاتی که حتی گناه های انسان که به حد کفر رسیده باشه هم ایره الله متعال میبخشه، مغفرت میکنن. و الله متعال میگه که نبی عبادی، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر بدی بر بنده های ما، این انی انا الغفور الرحیم، یقینا که من غفور هستم، الغفور بسیار بخشنده گناه ها هستم، الرحیم و بسیار مهربان هستم. الله سبحانه و تعالی با صفت الغفور بنده های گناه های بنده را با هر کمیت و کیفیتی که باشه مغفرت میکنه. یوسف علیه السلام برای برادرای خود چه قصه میگفت؟ قال سوف استغفر لکم. برادرایش چقدر گناهی کلان کردن که برادر خدا خواستن بکشن و ایره در چاه پرتن و ظلم کردن و بالاخره تقریبا یوسف علیه السلام تقریبا چندین سال از پدر و از دیدار پدر و از خانواده محروم ساختن. لکن یوسف علیه السلام چون الله را میشناخت که ذات مغفرت کننده هست، وقتی برادرایش پشیمان شدن و برای معذرت خواهی کردن، یوسف علیه السلام قال گفت سوف استغفر لکم ربی، من مغفرت میخوایم از پروردگارم، انه هو الغفور الرحیم، چون الله ذات هست که بسیار مغفرت کننده گناه ها هست. درست است شما ظلم کردین، اشتباه کردین، غلطی کردین، خواستین مرا بکشین، مرا در چاه انداختین. در طفولیت یک طفل بگیره یک کسی در بین یک چاه پرته و با زور بخواه بکشه و او را لط بکنه و او را بالاخره از فامیلش، خانوادهش سالهای سال محروم بسازه، لکن با وجود از این هم پیغمبر الله که است، این خالق متعال میشناسه و خودش هم ترحم میکنه و بر از اینا میگه که ما بر شما مغفرت میخوایم، الله غفور و رحیم از شما را بشناسید. یعنی توبه بکنین، استغفار بکنین، طلب مغفرت بخواین ولو که گناهتان بزرگ باشه. با صفت الغفار الله سبحانه و تعالی حتی گناهایی که به شرک و کفر و ارتداد رسیده باشه این هم الله متعال وقتی که انسان توبه بکنه و رجوع بکنه الله متعال میبخشه. دلیلش چی است؟ ببینید که الله متعال میگه با رحمت خود میگه و اینی لغفارون، ای مخلوقات من مغفرت کننده هستم یقینا، و اینی و یقینا که من لغفارون بسیار مغفرت کننده هستم،
لمن تاب، کسی که توبه بکنه، و آمنه، کسی که کافر است، مشرک است، مرتد است، توبه بکنه و آمنه، ایمان بیاوره و عمل صالحا و اعمال صالحه بکنه، ثم اهتدى، سپس از این راه هدایت اختیار بکنه. پس اگر کسی توبه میکنه از گناه های خود و راه توبه را اختیار میکنه، الله متعال بر ازی بسیار مغفرت کننده هست. و نوح علیه السلام میخواه بر ازمون کسایی که در قومش در شرک هستند، بسیار مشرکین بودن، خطرناکه که لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نصر. چقدر بتهای زیاد و خطرناک داشتن، بر از اینا عبادت میکردن، شرک داشتن و کفر داشتن و به نوح علیه السلام استهزا میکردن و بسیار خطرناک کافرها بودن. لکن نوح علیه السلام برشان چی میگفت؟ فقلت استغفروا ربکم، میگه من برشان گفتم که شما استغفار بکنین، طلب مغفرت بکنین از ربتان، انه کان غفارا، یقینا که الله هست بسیار مغفرت کننده، یعنی حتی گناه های شرک و کفر شما را هم میبخشه. الله هست یگانه مغفرت کننده. پیغمبر نمیتونه مغفرت ما و شما را بکنن، ملائکه نمیتونن مغفرت بکنن، اولیاء الله نمیتونن مغفرت بکنن، اونا کلشان مخلوقات هستن. از الله مغفرت میخوایم، مثل که یوسف علیه السلام یک پیغمبر نبود، ولی الله بود، برای برادر خود گفت که سوف استغفر لکم، من برای شما طلب مغفرت میکنم. امام بخاری روایت میکنه که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که دعایی رو به من یاد بده که من در نماز خود بخوانم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برش میگه که این دعا رو بخوان: اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا الله ما بر نفس خود بسیار ظلم کردیم، ولا یغفر الذنوب الا انت، و مغفرت گناه ها را نمی کنن بغیر از تو یا الله. که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای تعلیم میده که یعنی من که پیغمبر هستم، ما هم نمیتونم تو را مغفرت گناه های تو را بکنم. این صفت الله هست، الله الغفور و الغفار است. پس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه برای الله بگو که اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، و مغفرت نمیکنه گناه ها را مگر تو یا الله، فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی. پس یا الله تو از بارگاه خود مرا مغفرت بکن، وارحمنی و بالای من رحم بکن، انک انت الغفور الرحیم. یا الله تو بسیار بخشاینده گناه ها و مهربانی و بسیار مهربان هستیم. و الغفور و الغفار ذاتی هست که حتی پیغمبران به مغفرت از اون نیاز دارن. پیغمبران، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمودند که انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی اليوم 100 مره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من خودم به الله روزانه 100 مرتبه مغفرت میکنم یا مغفرت میخواهم از الله. پیغمبرها هم از الله، رسول الله صلی الله علیه و سلم حبیب الله هست و رسول الله هست، لکن مغفرت از کی میخواد؟ از الله میخواد. روزانه 100 مرتبه بنده شکرگزار الله هست. الله متعال مبتلایان به شرک را که توبه نکنند در آخرت نمیبخشه. متوجه باشین که اگر کسی در شرک مبتلا میشه، در کفر مبتلا میشه، در ارتداد مبتلا میشه و توبه نمیکنه، باز الله متعال او را در روز آخرت نمیبخشه. باید انسان در دنیا قبل از مرگ به الله رجوع بکنه و مغفرت بخواه. الله متعال میگه در سوره نساء آیت 48: ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله مغفرت نمیکنه کسی که شرک به او بیاره، و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، و میبخشه ما دون از او. سعی شرک بسیار گناه خطرناک است. قتل، زنا، دیگه گناه ها کلش مادون گفته شده. بلندترین گناه شرک است
که بسیار مردم یا در شرک ذات مبتلا هستند، بعضی در شرک صفات مبتلا هستند، بعضی در شرک افعال مبتلا هستند، بعضی در شرک عبادت مبتلا هستند، بعضی در شرک در احکام الله مبتلا هستند، اطاعت و متابعت و تابعیت از قوانین کفری میکنن. این الله متعال میگه در دنیا کلش میبخشه، لکن در آخرت اینجا آیت شریف است که در آخرت الله متعال شرک ابدا نمیبخشه، بسیار خطرناک است. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اگر کسی در دنیا توبه نکرده باشه، گناه های کبیره کرده باشه، زنا کرده باشه، قتل کرده باشه، دزدی کرده باشه، هر چی کرده باشه، سرقت، اگر الله بخواد او را میبخشه. کدام گناه را نمیبخشه؟ شرک نمیبخشه. ان الله لا یغفر و من یشرک بالله. چرا؟ میگه کسی که با الله شریک میسازه مخلوقه، اگر در ذات شریک میسازه که پسر داره یا مادر داره، پدر داره، یا در افعال شریک میسازه، مثلا میره صفت شفا دادن الله را از مخلوق میخواه، یا صفت پسر دادن یا دختر دادن یا شفا دادن یا حفظ کردن یا تعیین کردن تشریع را ایره از به مخلوق نسبت میده، این الله متعال میگه افترای بسیار بزرگ به الله کرده. یا مثلا صفات الله را در صفات الله مخلوق شریک میکنه، میگه مثلا پیغمبر علم غیب داره، صحابه علم غیب داره، اولادای پیغمبر علم غیب داره، اینا کل از اینا چی کردن؟ افترا کردن، تهمت کردن، اثما عظیما، گناهی بزرگی را. پس اینجا الله متعال باز اینا را نمیبخشه. اگر شرک در حکم کرده الله نمیبخشیش. پس اینجا چی هست؟ باید انسان متوجه باشه. و علامه رضوانی میگه که شاید کسی پرسان بکنه که غفور و غفار با هم چی تفاوت دارن؟ میگه ان الغفور هو من یغفر الذنوب العظام. وقتی که صفت الله را میخوانید که الغفور است، یعنی گناه های بسیار بزرگ میبخشه. والغفار هو من یغفر الذنوب الکثیره. وقتی که الله غفار گفت به ایمانا که گناه های بسیار زیاده میبخشه. غفور گناه های بزرگ میبخشه و غفار گناه های بسیار زیاده میبخشه. غفور للکیف فی الذنب و غفار للکم فیه. یعنی غفور برای کیفیت است، هر قدر که کیفیت گناه زیاد بزرگ باشه الله متعال را میبخشه. و غفار برای کمیت، یعنی هر قدر که تعداد گناه های انسان زیاد باشه نباید از رحمت الله متعال ناامید شود، چون الله میبخشه. و قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله انه هو الغفور الرحیم. خب از نامهای که به رحمت الله سبحانه و تعالی دلالت میکنن، یکی از این نامهایش اسم التواب الله است. التواب سبحانه و تعالی. نام تواب یکی از اسماء و صفات الله هست که بیان میکنه که الله سبحانه و تعالی بسیار پذیرنده توبه هست. سبحان الله. این رحمت الله را ببینید که انسان گناه میکنه و انسان پیش خود فکر میکنه که دیگه من تباه شدم، هلاک شدم با این گناه، لکن الله متعال رحمت خدا بیان میکنه که ای بنده من بسیار تواب هستم و ان الله هو التواب الرحیم. یقینا که الله بسیار پذیرنده توبه هست و بسیار مهربان است و با این صفت خود از غضبش به رضایت و از عقوبتش به عفو رجوع میکنه. وقتی که الله تواب است، قل یا عبادی الذین اسرفوا، بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای بنده های ما که شما اسراف کردین در نفس هایتان. سکو عبادی این سکو اضافت تشریف است. حتی برای گناهکار الله متعال عزت میگه ای بنده ما که تو بنده ما هستی، موحد هستی،
الله را در ذاتش یکی میدانی، در صفاتش یکی میدانی، در افعالش یگانه میدانی، در عبادتش فقط بر از او عبادت میکنی، در احکامش فقط حکم از او و شریعت از او را اطاعت میکنی، پس تو بنده مکه هستی. وقتی که تو اسراف کردی، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشین. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله متعال تمام گناه ها را میبخشند. انه هو الغفور الرحیم، یقینا که الله بسیار بخشاینده گناه و الرحیم بسیار مهربان است. برای گناهگاران دیگه التواب چه قسم بشناسیم؟ الله التواب است، یعنی برای گناهگاران اجازه توبه میده و سپس باز توبهش قبول میکنه. اگر الله متعال ما و شما را اجازه نمیداد که کس حق نداره توبه بکنه، ما و شما وقتی که یک گناه میکردیم هلاک بودیم، برباد بودیم، تباه بودیم و تمام عمر میترسیدیم که در روز قیامت تکه تکه شدیم، خلاص شدیم، مستوجب دوزخ هستیم. لکن الله متعال به اساس رحمت خود گفت من التواب هستم، یعنی ذات با عظمت هست که اجازه توبه میده و باز که توبه را اجازه و قبول میکنه. علم یعلمو، الله متعال میگه که شما علم یعلمو، آیا ای بندای من ندانستن که ان الله، که الله هو یقبل التوبه عن عباده، از بنده هایش توبه را قبول میکنه و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. تواب الرحیم است، این صفتش است که توبه بنده های خدا قبول میکنه. حتی آنقدر التواب ذات مهربان است که برای منافقا فرصت توبه میده. یک نفر منافقت کرده، زبانش یک چیز از دلش دروغ میگه، الله را قبول نداره. بسیار کمونیستا هستن، بسیار کسایی در عذاب کمونیستی و سیکولریستی و صهیونیستی رفتن و منافقت کردن و با مسلمان ها میگه ما مسلمان هستیم، در قلب خود منافق است. الله متعال امیر هم برش فرصت میده. چی میگه؟ الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. ببین حتی میگه کسایی که توبه کردن و اصلاح کردن و به دین الله خوب چنگ زدن و اخلصوا، بعد از دین خدا مخلص ساختن، یعنی سابق مخلص نبودن، در شرک مبتلا بودن، در منافقت مبتلا بودن. الله متعال میگه این منافق هم اگر اخلاص میکنه به الله، فاولئک مع المؤمنین، باز اینا به همراه مؤمنان حشر میشه و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما. توبه زیر الله قبول کرده سکو برای مؤمنان باز اجر عظیم میده. با رحمتش، با صفت توابش، الله متعال برای بنده هایش توبه را تعلیم میده. آدم علیه السلام با بیبی حوا در جنت برشان گفته شد از این درختی، از این میوه یا از هر چیزی که بود از این شما نخوریم. اینا را شیطان لغزاند و برای از اینا چی کرد؟ چالها و جنگ فکری بسیار خطرناک کرد ابلیس در داخل جنت. آدم علیه السلام و بیبی حوا در اینجا در داخل جنت وقتی که دیدن که از پیششان لغزش شد، حالا چی کنن؟ الله متعال برشان تعلیم داد. چی را؟ توبه را، که شما میتونین به بارگاه الله توبه بکنین. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. میگه یاد گرفت. تلقا چی معنی؟ یاد گرفت. کی؟ آدم علیه السلام. من ربه، از پروردگارش، از ربش، کلمات، چندین کلمه را. او کلمات چی بود؟ ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این کلمات یاد گرفت. فتاب علیه، الله برش یاد داد. وقتی که آدم و بیبی حوا این کلمات گفتن، الله توبه از اینا را قبول کرد. انه هو التواب الرحیم، چون الله بسیار پذیرنده توبه و مهربان است. التواب ذاتی که برای مخلوقاتش توبه را آسان گشتانده. برای ما و شما چقدر مهربان است به امت رسول الله صلی الله علیه و سلم.
یهودیا وقتی که گناه کردن، بنی اسرائیل وقتی که گناه کردن، الله متعال برشان گفت که اقتلوا انفسکم، یکی دیگه تا را بکشین تا ای که توبه شما قبول شود. لکن برای ما و شما با زبان، با رحمت خود رحمت کرد و برای ما و شما چی کردن؟ با زبان واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود، مهربان است. آل ذات رحمان چی است؟ برای انسان توبه کردن بسیار ساده ساخته. نصرانی ها چی میگن؟ نصرانی ها میگه والا پدر و مادر ما اشتباه کرده بودن، آدم و حوا، و باز بالاخره عیسی مسیح آمد. عیسی مسیح با زور یهودیا در صلیب ویزان کردن که توبه ما را قبول کرد. ما برشان چی میگیم که نه خیر، الله رب العالمین است، رحمتش بسیار وسیع است. و وقتی که انسان بسیار و ساده، اگر یک نفر گناه میکنه، دو بجه شب میخیزه و به بارگاه الله سجده میکنه و دستای خود بلند میکنه، الله متعال توبه میکنه، الله متعال توبهش قبول میکنه، با زبان مغفرت میخواه. پس الله متعال ذاتی هست که توبه را بسیار آسان ساخته هست. از مهربانی خود الله متعال بر بنده ها چی میگه که به توبه نصوح مخلصانه به اساس رحمتش امر میکنه. بر بنده ها میگه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، شما به الله توبه نصوح بکنین. توبه نصوح چی معنی؟ یعنی توبه ای که شما گناه را ترک بکنین، از گناه پشیمان شوین. این توبه نصوح میگه که انسان پشیمان شوه و از این گناه تصمیم بگیره و قصد بگیره بکنه که دیگه من این گناه را تکرار نمی کنم و وسایل این گناه را ترک بکنه، اسباب این گناه را ترک بکنه، دوستایی که به این گناهی را مبتلا میکنن او را ترک بکنه، منطقی که به این گناهی را مبتلا میکنن از این خود دور بسازن و حتی درباره از این گناه دیگه فکر نکنه. این توبه نصوح میگه. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. دیگه التواب ذاتی هست که توبه را وسیله نزول رحمت خود گشتانده. یعنی اگر یک انسان گناهکار که گناههای خطرناک کرده به الله توبه میکنه، ولو شرک کفر است، الله متعال بر از رحمت خود نازل میکنه، توبهش رو قبول میکنه، رحمت خود نازل میکنه. نوح علیه السلام، یهود علیه السلام بر قوم خود چی میگن؟ میگه و یا قوم استغفروا ربکم، ای قوم من استغفار بکنین به پروردگارتان، طلب مغفرت بکنین، ثم توبوا الیه، باز توبه بکنین به الله، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان بر شما آمد توامدار باران میریزه که زمین هایتان دیگه آبیاری میشه و هیچ جای زمین خشک نمیمانه و باغها و جویبارها و نعمتهای الله زیاد میشن. و یزدکم قوتا الی قوه، شما را دیگه هم قوت میده. گناه کردین، شرک کردین، کفر کردین، توبه بکنین به الله، رجوع بکنین، الله متعال رحمت خدا بالای شما نازل میکنه. ولا تتولوا مجرمین، شما مجرم نباشین، روی مگردین در حالی که مجرم باشین. دیگه از رحمت الله سبحانه و تعالی است الله تواب الرحیم. چه قسم بشناسیم؟ ذات هست که توبه کننده ها را دوست دارم. الله متعال در سوره بقره در آیت 222 چی میگه؟ میگه و ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. الله میگه که بنده های توبه کننده را، توبه چی میگه؟ رجوع را میگن. وقتی که میگیم الله توبه را قبول میکنه، یعنی از غضب خود به رحمت خود رجوع میکنه. وقتی انسان توبه میکنه، یعنی از گناه و اشتباه خود رجوع میکنه به الله سبحانه و تعالی و پس مغفرت الله را میخواه و رحمت الله را میخواه. الله متعال توبه کننده ها را دوست داره و یحب المتطهرین، انسان های پاک دوست داره. دیگه خوبی های دنیا و آخرت بر توبه کننده ها وعده کرده. و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. ترکنندگان توبه را توبیخ میکنه و برشان میگه افلا یتوبون الی الله و یستغفرونه، چرا این ظالما
توبه نمیکنن، مغفرت نمیخواین، اشتباه کردید، رجوع بکن به الله، والله غفور رحیم. و توبه کننده ها را دوست داره و از توبه کننده ها بسیار خوشحال میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم صفت التواب الله را برای ما و شما معرفی میکنه. یک قصه بسیار جالبه میکنه، میگه که الله متعال اقا خوشحال میشه به توبه بنده. امام مسلم روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که لله اشد فرحا به توبت عبده المؤمن. میگه الله بسیار خوشحال میشه به توبه بنده مؤمن خود من رجل فی ارض دویت مهلکت. میگه یک شخص از در یک سرزمینی است که بسیار سرزمین وادی، یعنی سرزمین هلاک کننده هست، بسیار یک سرزمین وحشتناک است. اینجا در یک جای هست یک نفر معه راحلته علیها طعامه و شرابه. میگه این شخص امرایش همی بارش است. تصور بگر یک نفر در سفر میره، به امرایت مثلا موترت است، در بین موترت کل وسایلت است و غذا هم گرفتی، امرای خدا هم گرفتی و کامپیوترت هم گرفتی و لپتاپت هم به امرایت است و تلفنت هم است، کل چیزا امرایت در بین امی موترت هست. این شخص میگه یا سابقی بود مثلا شطور داره، شطورش هست، سر شطورش خوراک خدا و آب خدا و ذخیره کل از یارکت خود گرفته، در یک دشت در یک جای میرسه که بسیار خطرناک است. صحرا جایی هست که جای هلاکت است، که اگر آب نباشه هلاک میشی، همراهت غذا نباشه هلاک میشی، همراهت مثلا وسیله مثلا ترانسپورتی نباشه هلاک میشی. میگه این بیچاره امی انسان چی میکنه؟ میگه بالای اینمی وسیلهش چی است؟ غذاهایش هم آبش هم است. فنام این میگه خواب میکنه، فاستیقظ میگه بیدار میشه، این در یک جای که زیر یک سایه درخت خواب میکنه بیدار میشه و قد ذهبت. میگه میبینه که همین چیزش رفته، همین چیزش گم شده، همین وسیلهش شطوری که داشته بود قدیم شطورش گم شده. در عصر امروز موترش کدام کسی بردن و کل چیزشان در حساب بانکیش و پیسه‌اش و لپتاپش و کامپیوتر موبایلش و یادداشت‌هایش و کل چیزش در بین ازی بود، کل ازی گم شد. آب هم نیست، غذا هم نیست و داوت یک جای مانده که نال از گشنگی و از تشنگی میمیره. این میگه سرگردان میپاله نمیفهم. ثم قال، باز میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که تو تشنه میشه، این شخص میره اشتهاب میگرده که حالا پیدا کنه یه چیز خورم که یک ذره تشنگیم رفته شد، حالا میمرم. قال ثم قال ارجع الى مكان الذي كنت فيه. بازی میگه پشت آب وقتی که میره پس میگه میده می جایی که میگه بود، میگه بیا برم به جایی که اونجا ما خو کرده بودم، اونجا چند دقیقه برم. وقتی که پس میره فانا ما حتی متمیر ما اونجا خو میکنم تا که بمرم. کل چیز خود از پیشم رفت، دیگه خدای نجات نیست. فوضع رأسه على صاعده لیموت. میگه بازی سر خود چیز خود میمونه، می صاعد خود میمونه سر خود، دیگه آماده مرگ است که بمرم دیگه. حال خود دیگه دیدش خود دیگه راه نیست، نه آب است، نه خوراک است، نه چیز است. فاستيقظ یه متقرر خدا میپرد خیلی خواب میبره. پس میگه فاستيقظ بیدار میشه. وقتی که بیدار میشه و عنده راحلته علیها زاده و طعامه و شرابه. میبینه که اوه همین چیزی را که گم کرده، همین شطور که شخص گم کرده، یا همین نفر در عصر امروزی مثلا موتر خدا گم کرده، میگه این میبینه که اوه همون چیزش پیدا شد و بالای از او غذایش هم است، هیچ چیز کم نشد، طعامش هم است، آب هم است، همه چیز است. باز این میگه بسیار خوشحال میشه. فالله اشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته و زاده. میگه الله به اینمی بنده مؤمن خود اینقدر خوشحال میشه از اینمی بنده که چقدر خوشحال است. میگه الله متعالی کرده هم به توبه یک بنده مؤمن خوشحال میشه. چقدر ذات مهربان است. حتی در یک حدیث میخوانیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که یک شخصی در امتهای قبلی گذشته بوده که تقریبا 99 نفر کشته بود، لکن توبه میکنه و رجوع میکنه و به الله و در راه کدام عالم برش میگه که تو برو اون در یک منطقی که پیش یک نفر میره و عالم نیست، نیمچه ملا هست، فتوای غلط میده
و پیش از اون میگه که من 99 نفر کشتیم، برای الله توبه بکنم میبخشه، او برش میگه تو هلاک میشی، او را میکشه. 100 نفر پوره میشه، نمیشه الله را میکشه. چرا او فتوای غلط داده؟ پس وقتی که پیش یک عالم قوی میره و او برش میگه که نه الله رحمان و رحیم است، الله تواب است، توبه را قبول میکنه، تو برو در فلان منطقی که اونجا مثلا گناه نیست و اونجا چی هست، از این گناه های دور باش و برو انشاءالله. این بیچاره در راه وقتی که میره در منطقه پشت در جستجوی توبه و ترا هست، در نیم راه ملائکه میند جان ازی. وقتی که ملائکه میند دیگه این حالت هست که چی هسته؟ باش که حدیث من درست بخوام که غلطی نکرده باشم، امام بخاری روایت میکنه عن نبی صلی الله علیه و سلم کان فی ابی سعید رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که کان فی بنی اسرائیل رجل، میگه یک شخصی در بنی اسرائیل بود که قتل 99 انسانا، 99 نفر کشته بود. ثم خرج یسأل، باز برآمد میگه سوال میکرد. فاتی راهبا، پیش یک راهب آمد. او راهب یک گوشه نشین بود که ترک دنیا کرده بود، یک جای شیشته بود، علم نداشت. فسأله، از پیش سوال کرد. فقال له هل من توبه، رضی گفت تو خود گوشه نشین هستی و ترک دنیا کردی و چطور هستی؟ آیا توبه برای من هست؟ قال لا، گفت نه 99 نفر تو کشتی، توبه مو نیست. فقتله، میگه ایره هم کشت. فجعل يسأل فقال له رجل، میگه باز در جستجوی یک کسی میگه که برای من راهنمایی بکنه اگر امکانات توبه باشه ما توبه بکنم. فقال له رجل انت ائت قريه كذا وكذا، میگه برو، برش گفت که برو در فلانی قریه، برو اونجا که تو بری انشالله برای تو از این مشکل تو راه توبه بر تو باز میشه. فادرکه، یا شاید عالم پیدا شه اونجا که بری تو از پیش سوال بکنی و پرسان بکنی، بر تو را نشان بده که توبه بکنی، استغفار بکنی و گناه تا. فادرکه الموت، میگه در راه ایره مرگ آمد. فناء بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب، میگه آل مرگ ازی آمد. وقتی که مرگ ازی آمد، آل روح ازی را کی باید قبض بکنه؟ ملائکه عذاب یا ملائکه رحمت؟ این حال وقتی که ملک الموت روح قبض میکنه، این حال روح ازی را کی میبره؟ بعد از اینکه ملک رحمت، ملک الموت روح انسان قبض میکنه، این حال اونجا دو قسم ملائکه اونجا منتظر هستن، یا ملائکه عذاب هستن یا ملائکه رحمت. ملائکه رحمت با کفن از جنت میه و با خوشبویی و همه چیز، و ملائکه عذاب با انبور و با مو چیزای خطرناک که ایره چیز کنن، عذاب بکنن، روح زیره میبرن کشکش کردن. آن اینجا ملائکه عذاب هم میشه، ملائکه رحمت هم میشه، در بین خود جنجال داره. فاوحى الله الى هذه ان تقربي واوحى الى هذه ان تباعني وقال قيس ما بينهما فوجد الى هذه اقرب بشبر فغفر له. این میگه ملائکه در بین خود چیز کردن، بعد از اینا وحیش پیام الله آمد که شما اندازه بگیرین که به کدام طرف نزدیکتر است. این که امی از جایی که آمده و تا از اینجا تا جای عمود میره. وقتی که ایره اندازه میگیره، میگه الله متعال از رحمت خود عمود جایی که چی بوده، جایی که و ملائکه فاوحى الله الى هذه ان تقربی، به این جارب گفت که تو قریب شو و او طرف دیگه. میگه بالاخره وقتی که اندازه گرفتن، امو اندازه که ای به چی که بود، به الله سر زمین حکم میکنه که قریب شو، که یعنی امو اندازش به جای توبه که میره این نزدیک باشه. سکر رحمت الله سبحانه و تعالی. میگه یا اندازه گرفتن که به اندازه یک شبر به اندازه شبر، یعنی مثلا شبر شاید بلسته بود، یعنی که از اضافه تر یک اندازه هست. به می اندازه میگه این چی داشت؟ به طرف از اون چیز نزدیک تر بود، نزدیک کنه. میگه و چی شد؟ فغفر الله متعال ایره مغفرت کرد. چی را سعی کنین انسان که 100 قتل کرده باز هم توبه میکنه و رجوع میکنه و از گناه خود پشیمان است و مغفرت میخواد که من غلط کردم، اشتباه کردم، الله متعال میبخشم. و الله متعال ذات تواب است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که توبه را حتی تا وقتی که انسان ملک الموت ندیده، میگه تا امی لحظه چی است؟ توبه قبول میشه. ببینید ما و شما چقدر فرصت داریم که توبه بکنیم از گناه های خود. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ان الله عز وجل لا يقبل توبه العبد ما لم يغرغر، میگه توبه بنده را قبول میکنه تا وقتی که
غرغر نکنه. غرغر چه وقت میگن که بلون انسان وقتی که ملک الموت میگیره خفک میکنه و مثلا انسان چی میشه؟ غرغره میشه. یعنی غرغره از این گرفته شده است. تا وقتی که غرغر نکنه دیگه تا این وقت توبه از او پذیرفته میشه. و الله متعال با عظمت خود، الله متعال میگه ان الله عز وجل یبسط یده باللیل، در شب الله متعال دست خود دراز میکنه به بنده های خود، لیتوب مسیء النهار، تا که قبول بکنه توبه کسی را که در روز گناه کرده. و یبسط یده بالنهار، و در روز دست خود دراز میکنه لیتوب مسیء اللیل، تا که بپذیره توبه کسی که مثلا در روز شب گناه کرده. حتی تطلع الشمس من مغرب، تا چه وقت الله متعال شب روز مثلا رحمتش است تا که انسان توبه بکنه؟ تا که تطلع الشمس من مغربها، تا که آفتاب از غرب طلوع بکنه. این وقتی که آفتاب از غرب طلوع کرد باز توبه چنه. و الله متعال ذاتی هست که توبه همه را قبول میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.